موضوعی که الان میخوام صحبت کنم در مورد کراتین ها هست. حالا من به عنوان یک کسی که هیر تراپیست هستم یا یه مشتری هستم، یه سری اطلاعاتی رو باید در مورد کراتین بدونم. اولین و مهمترینش اینه که کسی که میخواد عملی کراتین رو انجام بده باید بدونی که مراحل کراتین گذاشتن، چه حالا دفعات اتوکشی، چه تایمش، چه آیا حالا مثلا بسترسازی میخواد یا نه، اصلا سبک سازی میخواد یا نه. همه اینا رو باید بدونه که اینا با این سه تا گزینه‌ای که بهتون میگم باید قیاس داده بشه و حالا تجزیه و تحلیل بشه. اول اینکه موهای سالم. شما وقتی که میخواید یه موادی رو، یه کراتین رو روی موهای سالم بذارید، یه سری مراحل خاص خودشو داره. دوم موهای آسیب دیده است که باز اون یه سری مراحل خاص خودشو داره. سوم موهای سفیده، حالا کسی که به سن میانسالی یا پیری رفته ولی میگه میخوام کراتین کنم. در مورد این سه مدل مو باید یه سری اطلاعاتی رو داشته باشید که توی کراتین کردن به مشکل نخورید. موهای سالم، مدت زمانی که حالا باید کراتین روش بمونه 30 دقیقه تا 50 دقیقه، بسته به تار نازک یا تار ضخیم بودنش بوده یا ضخیم بودن مو هست. بسته به دمای اتو داره که حالا هرچی که دما بالاتر باشه تعداد اتوکشی باید پایین تر باشه. یه سری هم هستن که میگن اتوکشی حالا مثلا شمارش داره، 10 بار، 15 بار، 20 بار، 25 بار، که اصلا این از نظر حالا یه مطلب علمی اشتباهه. هیچ وقت موی مثلا فر آفریقایی با یه موی نازک مثلا بلوند قرار نیست هر دوتاش 20 بار اتوکشی بشه. اتوکشی کلا برمیگرده به جنس مو، مقداری که مواد زدی و مدل اتو و درجه حرارت اتو، که به این چیزا برمیگرده. بریم سر بحث شستشوی مو. باز شستشوی همه موها برای کراتین یک مدل نیست. موهای آسیب دیده شستشوش باید مدت زمان کمتری داشته باشه و تعداد دفعات کمتری شسته بشه. موهای سالم مثلا بین 2 بار تا 4 بار شسته بشه، هر بار بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه ماساژ داده بشه. اما این اتفاق برای موهای آسیب دیده نمیفته. موهای آسیب دیده 1 یا 2 بار، اونم زیر 1 دقیقه، زیر 2 دقیقه باید شسته بشه. مطلب دیگه مراقبت و نگهداری هست برای کسایی که حالا کراتین رو انجام دادن، مو رو نبندن، گیره کلیپ اینا بهش نزنن، به مو نزنن. حتما متکا بالشی که استفاده میکنن ساتن یا ابریشمی باشه. این خیلی مهمه، حتما ساتن یا ابریشمی باشه، چون موقعی که حالا سرتون روی بالش میذارید اون جنس پارچه، اون جنس رو بالشه اگر ساتن یا ابریشم باشه خیلی به صاف بودن و نرمی موی کراتین شده کمک میکنه. اما اگر نه جنس نرمال نخی چیزی اینجوری باشه یه حالت خشن بودن به موهاتون میده. ارزم به خدمتتون یه موضوع دیگه در مورد مراقبت و نگهداری موهای کراتین شده. اگه مثلا کسی کراتین کرد، دوش گرفت و اومد بیرون، بعد از اینکه آب مو رو گرفت باید موهاشو حتما با باد سشوار خوش کنه و به نم مثلا 10-20% که رسید حتما با روغن آرگان موهاشو ماساژ بده و سشوار کشی همراه با شونه باشه. بعد از این روغن آرگان بزن. مبحث دیگه نحوه کراتین کردنه، که موی سالم چطور باید کراتین بشه، موی آسیب‌دیده چطور باید کراتین بشه. موهای سالم شستشوشو گفتن که بین 2 تا 4 بار. موهای آفریقایی مدت زمان 4 دقیقه 5 دقیقه باید ماساژ داده بشه بین اون 2 بار تا 4 بار با شامپو قبل از کراتین یا فریسولفات. موهای آسیب دیده نسبت به آسیبی که مو داره، یه وقت هست مو خیلی آسیب داره باید زیر 1 دقیقه مو ماساژ داده بشه. یه وقت میبینید آسیب کمه، حالا مو مثلا 2 بار شستشو بشه ولی حالا 2 تا 30-40 ثانیه هم ماساژ داده بشه مشکلی نیست. یه مقدار بحث اون شناخت مو و آسیب داشتن مو و یا سالم بودن مو
اینا رو باید یه مقدار تخصص داخلش داشته باشید که توی کراتین کردن به مشکل نخورید. موضوع بعدی در مورد اینه که برای چه افرادی کراتین انجام نشه. یک، خانم‌های باردار. دو، خانم‌های شیرده. سه، افرادی که حنا زدن. چهار، افرادی که قرص و دارو مصرف میکنن، حالا چه قرص و داروهای هورمونی و چه کورسون، که اینا خیلی مهمه. افرادی که تیروید دارن، اینجور افراد کراتین روی موهاشون جواب نمیده، یا مثلا از 100% جوابی که باید بگیرن 20% 30% میگیرن، که اصلا این عملی کراتین رو انجام ندن بهتره. یه موضوع دیگه هم هست، انواع کراتین ها به چند دسته تقسیم میشن، چه مدلایی هست. یه دسته کراتین هایی هستن که کلا فقط صاف میکنن مو رو، قابلیت صافی دارن. یه دسته دیگه هم هست که فقط کار احیا رو انجام میدن. اما یه دسته دیگه هم هست که میگن حالا ترکیبی هست، صافی داره احیا هم داره، مثلا 50% صافی 50% احیا، یا 70% صافی 30% احیا، یا برعکس. نکته ای رو که میخواستم در مورد این کراتینا بهتون بگم، هیچ وقت خودمون کراتینا رو با هم میکس نکنیم. مثلا نگیم من یه کراتین دارم فلان برند این فقط صاف میکنه، یه کراتین دیگه دارم فلان برند این فقط احیا داره، پس میام 70% اینو میریزم 30% اونو میریزم. مشتری گفته 70% احیا میخوام 30% صافی، اینا رو با هم میکس میکنم و براش انجام میدم. این کاملا اشتباهه. اگر شما علم شیمیایی، علم مواد شناسی کراتین رو بلد نباشید، این کار کاملا اشتباهه، چون که هر مواد کراتین خودش یه فرمول شیمیایی جدایی داره، یه فرمول شیمیایی جدایی داره برای ساختش. بعضی آنزیمی هستن، بعضی غیر آنزیمی هستن، و ما اگر فقط بخوایم به درصد اکتفا کنیم، بگیم 70% این، 30% اون، یا 60% این، 40% اون، بخوایم میکس کنیم، روی 70-80% ما جواب نمیده، چون ما علم مواد شناسیشو نداریم و داریم حالا ریسکی میکس میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. اما بعضی از شرکت ها خودشون اومدن این میکس رو از توی کارخونه انجام دادن، حالا توی بازار هم هست. بهتره که اگر علمش رو ندارید از همون میکس های آماده استفاده کنید. نکته بعد شاین دادن به مو هست توی کراتین. طرف موهاشو کراتین میکنه، میگه چرا مال من شاین نداره، چرا فلانی موهاشو کراتین کرده خیلی شاین خوبی هم داره، خیلی زیباست، خیلی به چشم میاد، کاملا ابریشمی شده موهاش. این شاین گرفتن مو یه راز داره. حالا رازش اینه که شما وقتی که موها رو به 6 دسته، 12 دسته، 15 دسته، هر دسته که تقسیم میکنید مراحل اتوکشی رو انجام میدید. من فرض میگیرم 4 دسته تقسیم کردم. دسته اول که اتوکشی تموم شد میرم سمت دسته دوم. دسته دوم رو که تموم کردم برمیگردم سمت دسته اول، این بار با درجه حرارت خیلی کم. یعنی اگر من بخوام به فرض مثلا از درجه حرارت 410 برای شروع کارم استفاده کنم، دسته اول رو تموم میکنم با 410 درجه، میرم در دسته دوم، اونم با 410 درجه شروع میکنم. بعد که مو دسته اول خنک شد، برمیگردم اونو با درجه حرارت مثلا 350 320 درجه حرارت کمتر، وای میسم مجدد یه اتوکشی خیلی توی مدت زمان کوتاه، یه اتوکشی خیلی تقریبا سریع انجام میدم، در حدی که مویی که خیلی با درجه حرارت بالا صاف شده و الان خنک شده یه شوک کوچولو بهش میدم و همون شوکه باعث شایندار شدن مو میشه. یه مبحث دیگه که هست برای کراتین باید بدونیم اینه که نحوه مواد ریختن توی ظرفه. من میخوام یه موی رو مواد بزنم، میام مثلا میبینم 100 میل مواد نیاز داره برای کل مو، 100 میل مواد رو من توی ظرف میریزم و شروع میکنم به مواد زدن. این بسیار اشتباهه، چون که کراتین ها موادی هستن که با اکسیژن وقتی قاطی میشن تو معرض هوایی قرار میگیرن کیفیتشون میاد پایین. بعضی حالا کراتین میکنن و میگن که چرا بعد از کراتینمون که حالا مورم شستیم مو زیاد جواب نداد، خیلی صاف نشد. یکی از دلایلش اینه که شما اگر یه موی رو میخواید کراتین کنید، اگر 5 دسته 10 دسته تقسیم کردید، هر دسته ای رو به فرض مثال هر دسته ای رو تخمین میزنید 10 میل مواد میگیره.
10 میلی بریزید تو ظرف، اون دسته رو مواد بزنید توی دسته دوم، دوباره 10 میلی دیگه بریزید تو ظرف. ظرف کراتین کلا همیشه باید سربسته باشه، فقط تا اینکه شما میخواید مواد بریزی باید سرش باز باشه. این باز یه راز بود که یه نکته بود که وقتی که اطلاعات در موردش نداشته باشی خیلی روی کارت تاثیر منفی میذاره. نحوه تمدید ریشه، مشتری رو کراتین کردیم، بعد از چند ماه اومده میگه حالا رشد ریشه دارم، اونا رو میخوام کراتین کنم. توی این مواقع جوری که به ریشه مو مواد نرسه، موها رو مواد گذاری میکنید، حالت ضربه‌ای، مواد کم میزنید ضربه‌ای، پشتش یه شونه باریک میکشید که به مرز قسمتی که قبلا کراتین کردید برسه. پس شد یه مواد گذاری که به ریشه نرسه و یه شونه کشی خیلی ساده با شونه های باریک نبرست. این میشه حالا گرفتن حالا رشد ریشه، کراتین کردن و رشد ریشه، که باز خیلی مهمه که حالا این کراتینی که برای رشد ریشه انجام میشه روی ماهی که قبلا کراتین شده دوباره نیاد، فقط ریشه رو در بر بگیره. مبحث بعد سبکسازی کراتین ها هست که 3 روش انجام میشه. کراتین ها با آب کشی مثلا 30-40% میتونید سبک سازی کنید، با دستمال نمدار میتونید سبک سازی کنید، با آپاش و دستمال خشک هم میتونید سبک سازی کنید که حالا یه مرحله دیگه هست اونم سشواره، با سشوار کشی خالی هم میتونید سبک سازی کنید، با باد ملایم یا سرد. 4 تا روش داشت. یه مبحث دیگه که هست در مورد چک کردن اتو مو است. توی اتو کشی شما هر دسته ای رو که اتو میکشید باید یک دستمال خیس، دستمال پارچه خیس داشته باشید که کل اتو رو قشنگ تمیز کنید، چون دسته اول به خودش مواد رو میگیره و یه لایه خیلی نازک باریک ظریف روی اتومو تشکیل میشه. میری رو دسته دوم دیگه اون حرارت و اون قدرت رو نداره که بتونه مواد رو جذب کنه. چرا؟ چون یه لایه خیلی نازک از دسته قبل روش مونده. شما دسته به دسته باید اتومو رو با دستمال مرطوب تمیز کنید که در آخر کارتون هم کامل تموم شد، هم دستگاهتون سالم هستش و همین که یه الکل هم بهش بزنید کلا ضد عفونی هم میشه. این هم در مورد اتو. یه موضوع دیگه که از اتفاقات بعد از کراتین هست که بعضیا میگن ما موهامون حالت سوخته شده، بعضیا میگن حالت وز شده، بعضیا میگن پف افتاده داخلش، بعضیا میگن اصلا موهامون برگشته به حالت اول. که من در مورد این توضیح دادم. یک، ریختن مواد توی ظرف باشه که شما بیشتر از مصرفتون مواد ریختید، خیلی توی هوای آزاد مونده، وقتی که به مو دارید میزنید باز همون اکسیژن باعث میشه که کیفیت موادتون بیاد پایین، که گفتم باید تیکه تیکه طبق هر دسته‌ای بریزید مواد رو روی ظرف و انجام بدید. و نکته بعد اینه که اتو کشیتون ممکن بوده که مشکل داشته. حالا چه مشکلی؟ یک، بر اساسش تعداد شماره رفتید جلو که این اشتباهه. شما زمانی که مو رو اتو میکشید، یه دسته رو که بیرون میارید و اتو میکشید، باید تا جای اتو رو تکرار کنید که کامل ببینید هیچ موادی روش نیست. یعنی اگر به فرض مثال شما 8 بار اتو کشیدید، شد 9 بار و موها تار به تار شد و موادی روش نبود، کافیه. بعضیا میگن 15 20 10 اصلا به عدد نیست، فقط به زمانی هست که شما تخصص اینو داشته باشید، به درک اینو داشته باشید که مو وقتی که مواد کامل جذب میشه و دیگه حالت تار پیدا میکنه، حالت سبک پیدا میکنه، اونجا دیگه باید کار رو تموم کنید. بریم بحث کراتین موی سفید رو بهتون بگم. موی سفید، اول که مشتریتون رو مجاب کنید که حتما قبل از کراتین کردن موها رو رنگ کنه. چرا؟ چون شما اگر با بهترین دستگاه ها و بهترین کراتین هایی که حالا مخصوص حتی موهای سفید هم هست موها رو رنگ کنید، موها رو کراتین کنید، باز این اتفاق ضربی روی مو میفته. قلق شستن موهای سفید اینه که یک، بیشتر از موهای سالم باید شسته بشه. اگر موهای سالم 2 بار تا 4 بار شسته میشه، مثلا هر بار 2 دقیقه ماساژ داده میشه یا 3 دقیقه، موهای سفید 2 تا 4 بار که شسته میشه باید
حداقل 2 برابر موهای سالم ماساژ داده بشه کورتکس، چون که خیلی بد فلس مو باز میشه توی موهای سفید و شما بعد از کراتین میبینید که موها زرد شده و حالا طبق تجربه اون زردی رو هیچ جوری نمیشه گرفت. یعنی اگر زردی روی پایه مثلا 7 و اینا باشه با شامپو بنفش میشه یه کوچولو محوش کرد، ولی معمولا زردی ها میفته روی پایه 4 و 5 زرد نارنجی که این هیچ جوابی رو به شما نمیده و فقط تنها راش رنگ گذاشتنه که میگم شما باید مشتریتون رو مجاب کنید قبل از کراتین رنگش رو انجام بده. اگر اصلا نخواد رنگ کنه پس این کراتین براش اصلا انجام ندید، چون فقط موهاش زرد میشه و حالا آخرش نارضایتی رو به دنبال داره.